سلام عرض ادب به خدمت عزیزان، امیدوارم حال تک تکتون عالی باشه. دکتر هستم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره که گیم پلی وارزون مود آلکاش به همراه نقاط ضعف، قوت و تجربه‌ای که از این بازی رو داشتم و بهتون بگم. و برای حمایت از من این ویدیو لایک کنید، کانال ساب کنید، زنگولش هم فعال کنید. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. خب اولین موردی که میتونم بهش اشاره بکنم گرافیک فوق‌العاده‌شه، ولی یه مشکل بزرگی که هست اینه که بعد چند دقیقه بازی کردن گوشیتون به شدت داغ میکنه و به همراهش فریزینا هم دارید. مورد دوم استارت شدنه. وقتی شما تو لابی استارت میکنید حداقل 5 دقیقه طول میکشه که وارد بازی بشه و به مرور زمان احتمال درست شدنش هست. این وضع وارزون همون بهتر که تو کال آف موبایل خودمون بمونیم و منتظر آپدیت های جدیدتری از این بازی باشیم تا بتونن بهینش کنن. یکی از جزئیاتی که خیلی دوستش دارم همون زوم اسکوپ هاشه که جلوتر گذاشتم. کلام آخر اینه که فعلا ارزش دان کردن نداره و باید منتظر آپدیت هاش باشیم. و مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ادامه این ویدیو هست، میتونید ببینید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. It's hard to breathe, but that's alright.